میدونستین توی انیمه ها به کدوما میگن بیگ تری؟ خب ما اومدیم امروز به همین سوال جواب بدیم. سلام، من هومانم و خوش اومدیم به قسمت جدید بیگ کیدز. این قسمت مخصوص اوتاکوهاست، کسایی که انیمه نگاه میکنن و طرفدار انیمه هستن. البته این انیمه‌ای که الان میبینید خیلی بیشتر بهش پرداخته میشه و حتی شرکت‌های خیلی بزرگ و کمپانی‌های بزرگ دارن روش سرمایه‌گذاری میکنن، قدمت خیلی زیادی داره. و خب دروغ چرا، خود ما هم زمانی که بچه بودیم اگه یادتون باشه کارتون‌های ژاپنی خیلی نگاه می‌کردیم که اونها هم یه سری انیمه بودن. مثلا معروف‌ترینش فوتبالیستا که فکر نمی‌کنم کسی از خاطرش رفته باشه که هر هفته وامیستادیم یه نفر یه برگردون بزنه تو بالاخره بره تو گل یا نره. اما موضوع این هفته راجع به بیگ تری یا همون سه تا بزرگ انیمه دنیا هستن. چقدر باشون آشنایی دارین و اصلا میدونید که چرا بهشون میگن بیگ تری یا نه؟ تعداد انیمه هایی که هر روز میاد خیلی زیاده و تو طول سالش دیگه فکر کنم حساب نکنیم بهتر باشه. احتمالاً اگه شما طرفدار انیمه باشین تعداد خیلی زیادی انیمه رو دیدین، ولی فقط به سه تاشون میگن بیگ تری. حالا سوال اینه که کدوماست؟ بیگ تری تو دنیای انیمه یعنی انیمه بلیچ، ناروتو و وان پیس. بلیچ با 366 قسمت، ناروتو با 720 قسمت و تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم وان پیس 1096 قسمت. و اینجوری که گفته شده وان پیس رو قراره تا سال 2030 هم ادامه بدن. هرچند که برای ناروتو یه بروتو اومده که ادامه اون داستانه و برای بلیچ هم یه ادامه اومده به نام تازن یرز. دلیل اصلی که توی فندام به اینا میگفتن بیگ تری این بود که سالهای خیلی متوالی ساخته میشدن، بیشتر از 70 تا والیوم ازشون منتشر شده بوده و البته تاثیرگذاریشون روی ساخت انیمه های دیگه. دو تا نکته هست که جالبه بدونین. یه دونه این که یه انیمه‌ای به اسم هانتر ایکس هانتر، حتما میشناسینش، بیشتر از بلیچ فروخته، بیشتر از بلیچ هم محبوب شده، ولی همچنان عضوی از بیگ تری نیست و اون بلیچه که همچنان اونجا حضور داره، اونم به خاطر همون سابقه‌ای که داشته. دوم گفتم که اینا به خاطر اون سابقه‌ای که داشتن و اون سالهای متوالی که بودن تبدیل شدن به بیگ تری. یه انیمه به خصوصی هست که بسیار معروفه به نام دراگون بال، احتمالاً اسمشو شنیدین. و سوال اصلی که همه از هم میپرسن اینه که آقا با وجود اینکه دراگون بال زودتر از حتی وان پیس اومده، دراگون بال سال 96 اومده، وان پیس سال 99 اومده، تعداد اپیزوداش هم میدونید که کم نیست، داستانش هم بسیار داستان غنیه، پس چجوریه که اون جزوی از بیگ تری نیستش؟ یه جواب رو خیلی من خودم دنبالش گشتم و رسیدم بهش که اکثرا روش توافق داشتن. اونم این بود که میگفتن دراگون بال در زمان خوبی منتشر نشده. شاید واقعا اینو دارن راست میگن، یعنی شاید اون گلدن ایجی که باید دراگون بال می اومده زودتر از اون اومده و منتشر شده. شاید اگه چند سال دیرتر می اومد الان دراگون بال یکی از بیگ تری بود. ولی به هر حال در شرایط فعلی بیگ تری رو شامل بلیچ، ناروتو و وان پیس میدونن. و خب یه دعوای دیگه‌ای هم هستش تو کل این کامیونیتی که دوستان عزیز اوتاکو هستن، اونم این که وقتش نشده که یه بیگ تری جدید داشته باشیم. خب با توجه به اینکه حالا داستان اصلی بلیچ و ناروتو تموم شده و وان پیس هم بالاخره تموم میشه دیگه، یه سری اسمای خیلی آشنا واقعا تو این لیست وجود داره که بریم ببینیم چیا هستن. مای هیرو آکادمیا، جوجوتسو کایزن، هانتر ایکس هانتر، بلک کلاور، اتک آن تایتن، دمون اسلیر و چند تا اسم دیگه. ولی واقعا برای خود من سواله که آیا اصلا نیازی به یک بیگ تری جدید وجود داره یا نه؟ اینو دوست دارم شما به من جواب بدین. و دومم این که واقعا این بیگ تری که الان گفتیم حقشون بوده باشه یا نه؟ نظر شخصی به نظر من حقشون بوده با توجه به اینکه هر سه تا رو من دیدم، ولی بازم دوست دارم نظرتون رو بدید. در نهایت یادتون نره ما بزرگ نمیشیم، فقط گنده میشیم.